حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان خبر داد که از جانب پرزیدنت تاجیکستان به اویله‌های بر اثر ترمه‌های اخیر ضرر دیده کمک‌های مولوی و یاری‌های یک دفعه رسانیده شد. حکومت ولایت در صفحه‌اش در فیسبوک خبر داد که برای هر اویله‌ای که در این آفت طبیعی نزدیکان خود را از دست دادند مبلغ 40,000 سومانی و به شخصانی که آسیب جسمانی برداشتند به هر کدامشان مبلغ 10,000 سومانی دسترس کرده شد. رسانیدن کمک‌ها از 7 فوریه آغاز یافته است. در عکس‌های نشر شده در صفحه حکومت ولایت مختار کوهستان بدخشان در فیسبوک دیده می شود که برای رسانیدن کمک‌ها خود رئیس ولایت علیشیر میرزانباد به بیمارستان‌ها به عیادت ضرر دیدگان و همچنین به خانه‌های ماتم زده رفته است. رضا نظرزاده شهردار خوروغ گفت از جمله به اویله شاولیفو که روز 15 فوریه سال 2023 بر اثر ترمه دو عزیز خود پدر و پسر ایدبک و سنوبر را از دست دادند 80,000 سومانی کمک مالیوی و همچنین 10 خلطه آرد، 50 لیتر روغن، 50 کیلو برنج و 50 کیلو شکر دسترس کردند. کمک‌های یک دفعه از حساب فوند پرزیدنت جدا شده در عموم 18 تانه را تشکیل داده از جمله 12.5 تانه آرد، 2.5 تانه شکر، 1250 لیتر روغن، 1250 کیلو برنج و از محصولات دیگر عبارت بوده. به اویله‌های ضرر دیده همچنین مال‌های چون بستر و کرپه، سر و لباس و پایافزال نیز کمک کرده می شود. یادآور می شویم بر اثر ترمه‌ای که صبح 15 فوریه سال 2023 بالای محله ناصر خسرو فرو ریخت 15 نفر به هلاکت رسیده، 12 کس دیگر زخمی شدند. همچنین بر اثر ترمه‌های اخیر یک دختر 16 ساله در دهه گوژک نویه شغنان و 2 ساکن دهه صدوتک و خسپا در نویه ونج همچنین یک راننده در راه دوشنبه خوجند جان خود را از دست دادند. کمیته ایالت‌های فوق‌العاده تاجیکستان خبر داد که از 15 تا 19 فوریه در قلمرو جمهوری در عموم 200 ترمه، 7 یرچ و 6 حالت سنگریز ثبت شده است. هواشناسان میگویند تخت و تاز آب و هوای بد در کشور چند روز دیگر دوام میکند و خطر فرو ریختن ترمه ها در کوهستان جمهوری کمش تا 21 فوریه باقی میماند.